دو روز است من عصبانیت هستم، ناراحت هستم. خب در پیشگاه خدا خجالتمند حس بکنم که امروز جوانای ما، دخترای ما به این حد رسیدن ما علماها پروا نداریم. 6 نفر دختری تاجیک میگوید با تاجیک عادی، تاجیک محلی با فرمی تاجیک سینه بنده که پلافکه در لب دریا میگد با 6 بچه هر 6 با بازی دارن. موسفیده از پیشم گذشتیدم پروا ندارم میگد. دختری محلی تاجیک با پلافکو با سینه بنده در کوچه در جایی که آدم ها ره گذارن در لب دریا بازی دارن. مگر حیا کجا شد؟ مادرای عزیز شاید همون دختری من شما هستن. وای چگونه آینده مادر بشود، وای چگونه آینده برای جامعه ما نسل سالم بتید. اگر امروز ما همه ما خاموش استیم گویم این دموکرات است، اختیار به دست خودش است، تا فردا پس فردا این وبا عام بشود، دخترای ما و شما را هم فرا بگیرد. پیغمبر گفتن یک گناه وقتی که ظاهر شد کسی پیش راه او رو نگیریم بعد از آن زمان عام را فرا میگیرد. این دموکراسی است ممکن. دختر تاجیک گازی گردد ممکن ببخشد آریان. دختر تاجیک دیگه پلافکه در لب دایره آوازی کند ممکن، اما دختر تاجیک مسجد رفتنش ممکن نیست. من دموکراتیا، من پیشواهای اسلامه که فتوا براوندن برای زنها را از مسجد مگر این خائنای دین. چون برای این فتوا نمیبرارن، چون نمیبرارن در تلویزیون گوید دخترهای تاجیک شما در این وقت در لب دریا برسی نبنده کن پلافکه آوازی کنن، چون نمیبرای ازش فتوا برارن. خیال میکنه اینا در پیشگاه خدا جواب نمیدن، خیال میکنه که اینها جوابگر و مسئول نیستن. والله الذی لا اله غیره اول این احسانای فتوا برا جواب میدن، ما جواب میدیم. من حالی دختری تاجیک پیشتر در لب دایره مردم میدیدیم خیال میکنه روسا هستن، اونها کارمانده بود و یا حیوان بودن. اما امروز دختری من شما باطلی پلافکه در لب دایره هست. کجا شد حیا؟ پیغمبر میگد الحیا من الایمان. کجا شد حیا؟ شاعر میگد حیا باید که دارد آدمی زاد که لعنت بر وجودی به حیا باد. کجا شد حیای تاجیکی؟ کجا شد حیای ملی؟ کجا شد حیای اسلامی؟ با همون قنچکار با کسی روز با پادگاه مسلمانی آیونشون میکرد. جوانای عزیز، من از شما بارها خواهش کردم که این تو فاحشه ها رو به زمین نگیرید. و یا مادرم برای فرزندان شما وای حقی مادری ندارد برای بچه شما، برای دخترای شما وای مادر سن حق ندارد. بنابراین در اختیار همسر جوانای عزیز سر اسلام نشوید. در اختیار همسر حتما عیال انتخاب کنید، دختر انتخاب کنید که با آداب باشد، با حیا باشد، با عفت باشد. میلش کند، میلش کار کند، اما حیا و عفت داشته باشد. پیغمبر شما به شما جوانای عزیز خطاب میکند علیک بذات الدین و فی روایت فاصبر بذات الدین قریبت یدان. ای جوان مسلمان، ای جوان امت محمدی، ای جوان پیام قرآن، عروس انتخاب کنی وای با حیا باشد، با عفت باشد، وای وفادار به تو باشد، نزنی عمومی برای من اما من حالی دخترانی تاجیک این نمی دایرهای کافر میاد و من بشما نمی دایرهای مردم نمید و نمی چی گفت بنابر جوانای عزیز خداوند شما را دوست بدارم. وقتی که شما با حیا باشید، با عفت باشید، یک نشانه مسلمانی این حیاست، یک نشانه ایمانداری این حیاست. من در اینجا صحبت خدا کوتاه میکنم و از پدرای عزیز خواهش میکنم که دختراشم تاکید کنند، فریفته مدنیت غرب نشوند،
گرفته اخلاق اونها نشوند. ما مدنیت نیست، باور کنید ما اخلاق نیست، ما حیوانیت است. خدا رحمت کنه علامه اقبال میگوید شرق را تقلید غرب برباد داد، شرق را از بین برد تقلید غرب. امروز تاجیکی ما را تاجیکستان حتی انعنه های ملی ما از بین رفت. مادری تاجیک ترک آستیندار بود، امروز از بین رفت. مادری تاجیک روی مال داشت پیشی بروش محکم بود، امروز ایبان رفت. مادری تاجیک حتی آستینش کشاده بود که با یکم بچه دقایش خشش زیارت میکرد، آستینش دراز میکرد، دستش نمی نمود، امروز از بین رفت. به چی؟ به تقلید حیوانانی دنیای غرب. شرق را از بین برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. بنابراین ما مسئول شرقی ها، ما مسئول علماها، داعی ها، پدر و مادرها، رئیس های محله، آقساقالای محله که باید در محفل ما غربی ها رو تنقید کنه، اخلاقشان رو مذمت کنه، رفتارشان رو سیاه کرده نشان ده تا اینکه بچه دخترهای ما از باید افرادشان بیاد. نه اینکه اونها رو طرفداری کنیم، نه اینکه اونها رو ترغیب و تعریف کنیم. اگر امروز خاموش ایستید پدرای عزیز، جوانای زیبا، فردا دخترای شما در خانه ها دنبالتگی پلاسکه میگردن. چگونه اینو در غرب هست، در پیش پدر مادرش دختر با پلاسکه میگردن، دخترای شما هم تو میگردن. آن روز مسانی پیشانی تانو میتپه، عصبی میشه دیگر دیر میشه و دیر گرگوان میگن من آزاد هستم، 16 بگیرم تو میگیرم بکنم تو عقل داری برای من کار زدم.